سلام، یک بار دیگه به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من مریمم و اینجا قراره کلی چیزای جدید بهتون یاد بدم. با من همراه باشید. توی این ویدیو میخوایم راجع به مردایی صحبت کنیم که جزو قدرت ترین مردهای دنیا حساب میشن و اینکه آیا تو حاضری همسر همچین آدمایی بشی ولی این قوانین رو توی زندگیت داشته باشی. ببین، زمانی که برای این ویدیو داشتم تحقیق میکردم و ویدیو میدیدم و میخوندم، همش توی ذهنم این بود که ارزششو داره؟ یعنی اصلا کسی هست که بعد از دیدن این ویدیو بگه آره من حاضرم با همچین آدمایی باشم؟ نمیدونم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. آقا همین اول ویدیو بگم که امکان داره که من اسم کسایی که میخوام بیارم و اشتباه تلفظ کنم، ولی 100% خودم میذارم که اسمشون رو درست تلفظ کنم. اولین مردی که میخوایم ازش صحبت کنیم و خیلی قدرتمنده توی کل جهان کسی نیست جز آقای، با هم بریم چین. همه میدونن اسمش چیه، یعنی همتون. آقای جی پینگ. اوکی، امیدوارم تا اینجا اسمشو درست گفته باشم. اسم همسرش باز یک کم سخت‌تره. پینگ لی وان. خانم پینگ لی وان قبل از اینکه شوهرش رئیس جمهور چین بشه یه سری اجازه ها رو داشته. مثلا سر کار میرفته، یکی از خواننده‌های معروف اپرا بوده و خب یه سری آزادی ها رو داشته تا اینکه شوهرش رئیس جمهور چین میشه. زمانی که شوهرش رئیس جمهور چین میشه یکم خودش رو تغییر میده که البته من فکر میکنم خیلی تغییر بزرگی میده و اون اینه که میگه من همه خانوما رو به چشم خانه‌دار میبینم، خانوم‌ها باید فقط توی خونه بمونن و از همسرانشون اطاعت کنن. این خانوم قبول میکنه و توی خونه میمونه و بعد از اون 3 کار دیگه هم به این وظایف خانه‌داریش اضافه میشه. اولیش اینه که توی تمام محیط‌های عمومی باید لبخند بزنی، یعنی تا زمانی که مردم تو رو میبینن تو باید لبخند روی لبات باشه. یعنی حتی اگر که حالت هم بد باشه، پریود باشی، PMS داشته، اصلا مهم نیست، آدما دارن میبیننت، باید لبخند بزنی. خیلی سخته ها. دومی همیشه خوب دیده بشه، یعنی اینکه همیشه باید لباسای رسمی تنش باشه، شیک و پیک، نمیتونه یهویی پاشه با شلوار ورزشی بره بیرون. خب ولی این چیز بدی نیست فکر کنم. سومی تو تمام مجالس مهمی که همسرش میخواد شرکت کنه باید شرکت کنه. مهم نیست تو مریضی، مهم نیست تو حالت خوب نیست، تو باید کنار همسرت باشی. اما یه چیز مهمتر اینه که تو باید سکوت کنی و نباید نظرتو بدی. یعنی اینکه اگر که رسانه‌ای یا خبرنگاری از تو سوالی پرسید فقط باید با این جمله جواب بدی: از همسرم بپرسید. یعنی تو حق انتخاب نداری، تو نمیتونی خودت جواب بدی، تو نمیتونی نظرت که تو بدی که بابا این قانونی که داره وضع میشه توی کشور من باش مخالفم. اجازه نداری اینو بگی. و یه چیز خیلی دیگه بدتر، یه قانونی که آقای اسمش دوباره یادم رفت، جی پینگ برای خانومش پینگ لی وان گذاشته اینه که زمانی که بخواد از شوهرش اگر روزی خدای نکرده جدا بشه، اول از همه باید بره پیش یه روانشناس. اون روانشناس باید تشخیص بده کتبی که شما نبودنتون در کنار همسرتون اشکالی نداره. یعنی دقیقاً خط به خطش رو بخوام بخونم اینه که هیچ راهی وجود نداره که تو کنار همسرت بمونی. که خب خیلی راحت میشه یه روانشناس رو خرید به نظر من. این چه قانونیه که گذاشتن؟ یعنی بهش گفته که تو حق جدا شدن از من رو نداری. خیلی راحت. خانم بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم زن رئیس جمهور کره شمالیه. کره شمالی رو که دیگه همه رئیس جمهورش رو میشناسن، آقای کیم. حالا اسم خانومش خانم ری سولجو، اگر که درست گفته باشم، خانم 34 تا 35 دیگه، الان این تحقیقات که من کردم مال 34 بود. خانم 35 تا 34 ساله است. دکترای علوم تحقیقات علوم طبیعی رو داره، اما این دکترا فقط چی میگن، برو دکتراتو بگیر قاب کن بزن به دیوار، دقیقاً همینه. دکتراشو گرفته، حالا احتمالاً مال اون داره توی کمد خاک میخوره، به خاطر اینکه زمانی که همسر کیم جونگ شد
تمام این حقا رو ازش گرفت، اجازه کار دیگه نداره، مثل خانم همسر چین اجازه نظر دادن نداره، اجازه نداره دوستاشو ببینه، همکارای قدیمیشو اجازه نداره ببینه، خانوادهشو اجازه نداره ببینه. وای! یعنی حقای طبیعی یک آدم ازش گرفته. اینا رو اجازه نداره. حالا یه چیز خیلی بدتر، اجازه نداره محیط کاخ رو بدون اجازه همسرش ترک کنه. یعنی میتونه تا دم در بیاد ولی اجازه نداره پاشو از این خط بذاره اون ورتر. وای! مسافرت اجازه نداره تنها بره. یعنی هر جا که شوهرم هست منم هستم. هی داره سخت‌تر میشه. بعد یه قانونی که زمانی که ازدواج کردن گذاشتن این بود که تو از روزی که ازدواج میکنی تمام اختیاراتتو میدی دست من. یعنی تو میشی یه عروسک. ببین چی باید بپوشه، چه حرفی رو میتونه بزنه، نحوه لبخند زدنش، نحوه راه رفتنش، نحوه حتی حالت بدنش، تمام اینا بهش دیکته میشه و باید اینا رو انجام بده. یه چیز خیلی عجیبه دیگه، این خانم اجازه نداره تصمیم بگیره که حامله بشه. شوهرش تصمیم میگیره که کی حامله بشه. What؟ یعنی مرده میگه خب من تصمیم دارم امسال حامله بشیم. چی؟ بعد جالب اینجاست مرده خودش تصمیم میگیره که حامله بشه، یعنی با هم دیگه حالا حامله بشن، ولی جنسیت اون بچه به زنش بستگی داره. مثلا این که 2 بچه اول زمانی که دختر بودن، این کیم یونگ اومده هی مثلا زنش رو تحقیر میکرده، هی از دستش ناراحت بوده، مدت‌ها باهاش حرف نمیزده. بچه سوم که به دنیا میاد که پسر میشه، انگار آقا تازه یادش میفته خب حالا میتونیم بیایم با هم آشتی کنیم. مردک جنسیت بچه رو من انتخاب نمیکنم. و خب طبق قوانینی که گذاشته خب خیلی طبیعیه که این خانم مثلا اجازه طلاق گرفتن هم از این آقا رو نداره. آقای بعدی که من فکر نمی‌کردم اینقدر اونم قانون بذاره، به خاطر که رئیس جمهور نیست، کشورشون هم دیکتاتور نیست بلکه دموکراسی هست، ولی اینقدر قانون گذاشته برای همسرش، کسی نیست جز تازه پادشاه شده چارلز سوم، پادشاه انگلیس. ایشون هم یه سری قانونا برای همسرش گذاشته، یا بگیم بهتر که اینا توی کتاب قانون انگلیس هست که من خودم هم فکرشو نمی‌کردم که همچین قانونایی باشه. زمانی که داشتم راجعش تحقیق می‌کردم گفتم وات؟ توی انگلیس اینا که خیلی سال دموکراتی دارن، قانونا از کجا اومده؟ ولی مثلا اینکه این قانونا خیلی توی خانواده سلطنتی معروفه. کامیلا خانم آقای چارلز، ایشون هم یه محدودیتایی داره. مثلا توی طرز لباس پوشیدنشون یه سری کدا دارن که همیشه باید طبق اون کدا لباس بپوشن. مثلا کفش نوک‌تیز اجازه ندارن بپوشن، خونه رو بدون جوراب شلواری اجازه ندارن ترک بکنن و و و و و. جالب اینجاست ایشون اجازه نداره اسم کسی رو تغییر بده. مثلا نمیتونه به شوهرش بگه عشقم، حتما باید بگه آقای چارلز، یا نمیتونه بگه چارلزی، نه اجازه نداره. اصلا حتی اسما رو کوتاه هم نمیتونن بکنن، باید اسم هر کس رو کامل صدا بزنن. سری بازی‌ها رو اجازه نداره انجام بده. مثلا مونوپولی یه بازیه که خیلی ساده است ولی میگن که نه این نظام سرمایه‌گذاری رو داره نشون میده و بازی کردنش توی کاخ ممنوعه. اجازه نداره هیچ اکانت شخصی داشته باشه، نه فیسبوک، نه اینستاگرام، نه تیک تاک، نه توییتر، هیچی. اصلا کلا تو سوشال مدیا نباید باشه. دیگران میتونن راجبش حرف بزنن ولی خودش نمیتونه داشته باشه. اجازه نداره هیچ امضایی بده، هیچ عکس سلفی با کسی بگیره و حتی اجازه نداره اینکه دیگران مثلا بهش دست بزنن. دیدید مثلا وقتی که یه آدم معروف میاد میخوای باش عکس بگیری و دستتو میندازی، اینا رو به هیچ عنوان. همیشه باید فاصله رو با افراد دیگه رعایت کنه. یه چیزی رو که من خیلی به نظرم عجیب بود و یکم هم خودخواهانه بود، حالا توی این یعنی توی کاتگوری این انگلیسی‌ها، این بود که وقتی که سر میز میشینن اول باید چارلز غذاشو شروع کنه غذا خوردن، بعد خانم کاملیا اجازه داره شروع کنه و زمانی که چارلز دیگه آقای چارلز و پادشاه چارلز دیگه غذا نخورد، کاملیا هم حالا چه گرسنه باشه چه نباشه باید دست از غذا خوردن بکشه. چرا؟ چه قانونیه؟
یه قانون خیلی عجیبم که داشتن این بود که همیشه هر جا سفر کنه باید یه دست لباس مشکی مخصوص عزاداری توی چمدونش باشه که هر جا یهویی بهشون خبر رسید که فلانی فوت کرده سریع بتونن برن. قانون دیگه ای هم که دارن اینه که همیشه میتونن به قانوناشون یه چیزی اضافه کنن. مثلا پارسال بود یا پیرارسال بود کاملیا زمانی که داشت که از پله‌های هواپیما میومد پایین یه لحظه پاش سر خورد. از بعد از اون اومدن یه قانون تصویب کردن که ایشون هر وقت پله میخواد بره بالا یا سربالایی میخواد بره بالا همیشه باید دستشو به اگر که نرده‌ای کنارش بگیره یا اگه نرده‌ای نبود یه نفر باید کنارش باشه که ایشون رو مثلا همراهی کنه. اینم از کاملیای بیچاره. آقای بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم آقای محمد ابن زاوما هست، اگر که اسمشو درست تلفظ کنم، نخست وزیر عربستان سعودی. ایشون اومد یه کار خیلی راحت کرد خودشو، گفتش که خانم سارا بن مشهور زمانی که همسرش شد که این خانم هم دختر عموشونه خیلی راحت گفتش که ببین تو از امروز شدی زن من و دیگه حق حرف زدن نداری. تمام. حالا برای تمام کارهای دیگش که بخواد انجام بده که توی حرف زدن شامل حرف زدن نمیشه باید یه اجازه به کتبی از همسرش داشته باشه. به همین آسونی. یعنی ایشون از یک انسان تبدیل شد به یک ربات. آقای بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم که یه آقای دیکتاتور سرشناس توی تمام دنیا در حال حاضر به خاطر این جنگایی که راه انداخته کسی نیست جز آقای پوتین، ولادیمیر پوتین. ایشون ازدواج که نکرده هیچ، حالا همسر اولش رو کاری نداریم، ولی با خانم دومی که هست خانم آلینا باش ازدواج نکرده، ولی بهش گفته که من یه شرط دارم برات، من همه کاری براتو میکنم تو فقط سکوت کن. بعد یه جمله خیلی معروف هم داره که سکوت طلاییه. بهش زنش گفته من همه کار برات میکنم تو سکوت کن عزیزم. زنش هم قبول کرده. حالا پارتنرش در کنار هم فعلا خوشبخت دارن زندگی میکنن. از بین این آقایونی که با هم حرفشون رو زدیم و جزو قدرتمندترین آقایون دنیا هستن و خب خیلی هم پول دارن، من خیلی برام جالبه بدونم آیا کسی هست واقعا بخواد چی میگن با خواسته قلبی خودش با این آدما باشه که بگه که اوکی من تمام شرطهای تو رو قبول میکنم، حق قانونی که داری، ولی من میخوام هنوزم با تو باشم. نمیدونم. توی کامنت ها بنویسید نظرتون راجبش چی بود. بنویسید که دوست دارید ویدیو بعدی چی باشه. کلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.